هیچ گپ نفهمیدم. او راجوالی السلام علیکم اکا. انا سوز کلوکو شلون الان بزرگ گشتم تا کور خودم کار کرده اکا. حوزی رو همین کارو برو اکا چیکار کنیم؟ همین قدر میویم که اکا زندگی رو پیش میبریم. یک نون میبریم خونه فرزندو. برسان میمونن زن فرزند میخونیم. همیشه هم هزارون بشکونه پرورش داد. بیزنس کردن در کار بیزنس. اکا جون درست میگوی اکا بیزنس کردن در کار. یکی خیلی یاد میشه که اکا کاملا دی مالیکوری ما اکا هیچ بیزنس میکنه اکا. هم خودت کار کن هم ینگا کار کن. یک جوره کار کنی زندگی تو خوب میشود. ما اکا خیلی ننگ ناموسی نداریم که زن مردمون که برای یک جا بیرون نظر کار کنه اکا. زن ما بغیر در خونه فرزندو رو نگاه میکنه اکا. کار بوری خونه رو میکنه. ما زنم که بیرون بگوی کار کنه. فرزندای من کی تربیت میکنه کی نگاه میکنه اکا. عصر 21 دنیا با دیگر چشم رو ببینید. اینا من نمیبینی همراه همسرم یک جا کار میکنیم خونه و در ماشین دو تا سه تا خدمتگار همش هست ینگا رو شرط نیست که از خونه بیرون بر اومده کار کند در خونه در جای نشستهش کار کند هم میشود در این بیزنس یا کشف نکه این حق داره که تو در من باور نداری من باور میکنم چند پول در کار که ما اولام دارم این کارو خوش کنم یگان تیم در کار نیست جلو در گوشت گم میزنم میگن کو دیوار موش دارد موش گوش دارد یا اون کس نفهمد بجز خدا فهمیدی حق خیلی چند میشه با یک تینا در کار نیست رفتیم سلام آقا من رفتم ای بچه کجا برادر من رفتم کاری نگرفتم پولی کارت رو نمیگیری پول اکا دو بده دو توکلت بر خدا زنده باش خداحافظ ويا خندك النقل ويا خندك النقل لبي دانة السقة مشدان زيرا يدان دانة صدقة زنک جون چخیلی؟ شوکت مردای خیر زندگی دوام خرسندی مردک جان؟ زنک جون من گفتم که خداوند مهربانه خداوند غمخواره خداوند پادشاهه من امروز خرسندم میدونی برای چی؟ یک جای کاری نزد یافتم نکی مولی اول نمیگم من شرط دارم شرط خب چی شد مردک جان؟ مقصد کار که کردی چند فایدی ما مشتم میدی مادر آخی مردک جان همین چیزی که باشه برای خانه برای خوشبختی خانه برای زندگی پیش رفتن برای کودکان برای خانه صرف میکنم همش مردک جان اینا میبرم در زنک یک تایید زنک بیم اول شیرینی رو بگم بعد کارا بگم این زنک جان احمد مردک جان این بچه جانی من احمد مردک جان آن که زنک جانی من با دقت گوش تا سینمامونه گوش کن کمپانی فابریک شرایط خوبی کاری را برای زنها برای دخترها برای مادرها فراهم آورده که توسط یک تلفن موبیلی میتونی که در خانه نشسته در یک ماه 3000 سومانی تا 8000 سومانی مبلغ پولی را به دست بیاری برای بکاپ قبول شدن هیچ گونه نمیکنی رقمای نمی زیر اکران بدگی را سرچ دایرکتوری کمپانی فابریک اپش کرونه بونودا موجود میکنین خلاصه اگر که شما را بکاپ قبول میکنن کار یادتون میده و بعد در یک ماه میتونی که تا 8000 سومانی مبلغ پولی را به دست بیاری وای همه در خوبش میدونی چیه چه مدت هر ماه هم بونوس میتن هم پدرکا توفات میتن میسونی که خیلی در کامپیوتر انا چی میگن یه خیلی پلیسوس قانون نداریم کو انا خیلی شرایط زندگی خوب میشه مردک جان در جریده تا دانشجو دخترها به در همون کد دعوت کنی نمیشه مدد هر کشته اومدگی هم مقصد چی کنه میشه زمان شاید فوج میشه ثواب میده دنیا رو میگیری با یک کس وی نون میشه یک کس گفت یارو گفت وی جای کاری خوب میشه درست روزی شبیه پدر مادرش خانم نمیدای بهترین کار میشه برای سر خدام ما یه بودم